سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امروز اومدم بهتون یاد بدم که چطوری میتونین وقتی آهنگو مثلا دانلودش میکنین تصویر آهنگ اصلی آهنگو بذارین روش، نه اینکه مثلا برین اسکرین شات بگیرین و چه میدونم یه ساعت ببرین و اینا بذارین روی آهنگ. کلا با یه تایپ ساده کوچیک میتونین بیارینش. اول حالا ما میریم یه آهنگ دانلود میکنیم از هر جا هر چی مهم نیست، یه آهنگ دانلود میکنیم. حالا الان شاید بگین که خب الان این تصویر داره دیگه، ولی الان دانلود بشه خب میریم روی موسیقی. اینجا میبینین که تصویر آهنگ اصلا اینجا نیست، تصویرش نه اینجاست نه داخل آهنگ هیچ. ما میخوایم که اینو درستش کنیم دیگه، تصویر رو بیاریم اینجا. روی این 3 نقطه بالا میزنین داخل آهنگاتون، اینجا میزنین ویرایش اطلاعات آهنگ، اینجا اینو میزنین آهنگ. ببین الان اینجا نوشته اینجا آهنگ، جلوش هم جرقه نوشته و کلی یکم چرت و پرت نوشته. جام هنرمند رضا پیشرو رو نوشته ولی جلوش چرت و پرت نوشته. آلبوم هم که اصلا خالی گذاشته. شما آهنگو میزنین تا اونجایی که چرت و پرت پاک میکنین، با اون فاصله فقط اسم اصلی آهنگ میمونه. اینجا همه رو پاک میکنین به غیر از اسم اصلی خود هنرمند یعنی رضا پیشرو. حالا فرق نمیکنه برای کی باشه هرچی باشه. شما این بالا اسم آهنگو که میبینین همونو دقیقاً یعنی چه بزرگ چه کوچیک چه هرچی همونو دقیقاً مینویسین اینجا. نویسی فاصله هم نمیذارین. میبینین که عکس آهنگ میاد، عکسش الان اومده. 100% هم تضمینیه. این آهنگا اصلا عکس نداشتن، خودم آوردم با همین کار ساده که چرت و پرتای آهنگو پاک میکنین، داخل اطلاعاتشو اسم اصلی خود آهنگو میزنین خودش میاد دیگه. امیدوارم این ویدیو کلی به دردتون بخوره و دوستش داشته باشین. تا ویدیو بعدی، فعلا بای.